در دهه چارک کول زیبای و دلربایی بود. این کول یگانه مکان آبیاری باغ و تاکزارها و پالیز و صحراهای مردمی دهه بود. مردم خیلی شاد و مسرور زندگی میکردند. اما بار بدبختی آمد. آقا بیک، قاضی پاره‌خور و قلاب و گرسنه چشم و خسیس، این کول را خرید و صاحبی کرد. او اکنون آب کول را با نرخ گران می فروخت. کسی حدی نداشت که یک قطره آب کول را بی پول نوشد. دیه ماتم سرا شده بود. اکنون صدای خنده و شادی مردم شنیده نمی شد. در میان این مردم دزد بغدادی هم بود که از دزدی دست کشیده بود و میخواست با کارهای نیک نان حلال یافته خورد. مردم این دزد را به نزد خواجه نصرالدین فرستادند تا مشکل آنها را حل کند. دزد بغدادی خیلی کافت و خواجه نصرالدین را در بازار کلان شهر پیدا کرد. خواجه فرستاده مردم را خوش قبول کرد و آنها سر یک پیاله چای نقشه از دست آقا بیک ربودن کول را کشیدند. آقا بیک رزیل باشد در این لحظه در چایخانه دیه فراغت داشت. شکمش سیر و غمش دور، پروای دنیا نداشت. روزی در اثنای استراحت آقا بیک دید که سیاح با خرش به سوی چایخانه می آید. عجایبش آن بود که خورجین باردار در کتف سیاح بود و خرک آزادانه و بی بار می آمد. سیاح به چایخانه آمد و یک سبد نان گندم و یک سبد زردالی نوع اعلی خرید و به سوی سرای روانه شد. این مرد خواجه نصرالدین بود، ولی این را آقا بیک نمی دانست. او در سرای را کشاد و سبدها را به سرای درآورد، خرش را هم به سوار درآورد و در سرای را پوشید. آقا بیک چشم گرسنه و همراهان او حیران شدند. این سیاح عجایب و غرایب کی باشد که سبدهای زردالو و نان را به سرای درآورد؟ آنها زود به پس سری در سرای آمدند و گوش به در دادند و از سوراخی دیدند که مرد سیاح سبد نان و سبد زردالو را به نزد خرش گذاشت و گفت: ای عزیز عالی مقام و اعلی حضرت من، مرا ببخش که خوراکی بهتری نیافتم برای تو، ولی امیدوارم که تو از من نمی رنجی. صدای خشیر خشیری شنیده شد و خواجه دید که آقا بیک و همراهانش در پس در هستند. این چه بیعقلی؟ با جای کاهدان خرید و نان و زردالو می خورد. اینجا یگان سره هست، گفت آقا بیک. قاضی محترم، نام خر را به زبان نگیر. اینجا سر بزرگی هست، گفت خواجه نصرالدین و آنها را از پیش خرش دور کرد. سیاح عجایب در بینای ولنگار بی صاحب با خرکش جای گرفت و آقا بیک و آدمانش روز و شب از پس او می پاییدند تا دانند که سر بزرگ او در چیست. روز آقا بیک از سوراخی در پاییده دید که سیاح در خرمه علفی را دود کرد و گردی آن گشته داد می زند: کلمخ بلمخ سوف، علباس ملباس سوف، سلپوف ملپوف پوف. ناگاه خر به جست و خیز در آمد و دود و باد به سقف پیچید. خر هنگاس زد و چنگ و باد را
با هوا پیچان. هنگامه شد. آقا بیگ طاقت نکرد و آهسته در خانه را گشاد و حیران شد. به جای خر جوانی می ایستاد، در سرش تاج شاهی، در برش لباس های فاخر، در کمرش شمشیر طلایی قیمت بهای. این جوان از گریبان سیاه گرفت و گفت: تو غلام بدزاد، تا کی مرا در بدر به صورت خر میگردانی و خوراکهای بیمزه میدهی و باز از من پول و طلا طلب میکنی و میگیری؟ مرا گاه به آدم گاه به خر تبدیل میدهی و باز بیروح هستی. شاهزاده اعلی حضرت، ما تا به مصر نرسیم شما به اصل قدیمتان برگشته نمی توانید. گفت سیاه: همین که به مصر رسیدیم شما البته شاهزاده می شوید و از این جادو خلاص می شوید. من آخر شما را به دربار شاه بزرگ حسین علی بردنم لازم، لیکن تا آنجا راه دور، پول بسیار لازم. منه این پول ها را گیرو، این طلا و شمشیر را گیرو، برده به پول عوض کن. گفت جوان و از کیسه‌اش جواهرات زیادی را برآورده به پیش پای سیاه پرتافت. چقدر که لازم باشد گیر. باز به مصر که رسیدیم من از این هم زیادتر می دهم. آقا خانی چشم گرسنه چون این منظره را دید زود به خانه در آمد و به پیش پای جوان افتاد. شاهزاده اعلی حضرت، من این سیاه را مرا با خود بگیر، من شما را به مصر می رسانم. این سیاه را دفع کن، من شما را به مصر می رسانم. زنده و سلامت به دست شاه می دهم. خیلی خوب، گفت شاهزاده، تو آدمی نیک می تابی. انا این شمشیر و این جواهرات را بگیر. به قصر پدرم شاه که رسیدیم من تو را وزیر دست راست اعلان می کنم و بایگری زیاد می دهم. بایو به دولت می شوی، تنها مرا به مصر رساندنت لازم. اما در همین وقت خواجه نصرالدین باز سخنهای سحرناکش را تکرار کرد و شاهزاده به جای سخن گفتن مثل خر به هنگاس زدن در آمد. آقا خان از ترس به زمین افتاد و بیهوش شد. او به خود آمده دید که در پیشش باز همان خر ایستاده است و در زیر پای او شمشیر طلایی و جواهرات قیمت بها. آقا خان زود شمشیر و جواهرات را گرفته به بغلش انداخت و به خواجه نصرالدین گفت: تو شنیدی که شاهزاده چه گفت؟ اکنون من او را به مصر میبرم، من وزیر میشوم. آرزوی یگانه او وزیر دربار شاه مصر شدن بود. خواجه نصرالدین باشد با آقا خان در افتاد. خیر چی؟ من خودم او را به مصر میبرم، خودم وزیر میشوم. خر باشد، خری من اونجا که رسید شاهزاده میشود. خر باشد لگد میزد، هنگاس میزد. آقا خان فکر کرد که خری بیچاره شاهزاده میخواهد که محض او آقا خان با او به مصر رود. به سری آقا خان فکری خوبی آمد. با او از همین کول و از همین دیه چی فایده؟ بهترش با این خر می رود و وزیر می شود. ای سیاه، بیا تو خانه من، بایگری من و کول من را می گیری و در همین دیه می مانی. شاهزاده را باشد من به مصر می برم. خواجه نصرالدین فکر کرد و راضی شد. روزی دیگر ساکنان دیه جمع آمده فهمیدند که اکنون صاحب کل کسی دیگر است.
خواجه نصرالدین بند پیش آب را گشاد و اکنون دریاچه شوخی از کل به دیه جاری می شد و مردم چقدر که خواهند آب را استفاده می بردند. در این وقت آقا خان باشد از پس خری خواجه نصرالدین راه مصر را پیش گرفت و از پس آنها دزد بغدادی در لباس شاهزاده پاییده می رفت. باغها و پالیزها سیراب شدند. مردم شاد و خوشنود. دزد بغدادی باشد. نقشه دیگری داشت و اکنون میخواست که شمشیر طلایی و جواهرات خود را و همچنان خری خواجه نصرالدین را برگردانده بیارد. اما این یک قصه دیگری خواهد بود.